یک سوال داشتم. بفرمایید. همین وقتی که پدر و مادر فرزند را خانه‌دار میکنن، از روی شریعت دین اسلام فرزند در روی اول پدر و مادر یا همسرش را می- همسرش را میماند. میخواستم مفصلتر جواب میدادید. امکانیت باشد از حیات صحابه ها مثال میآورید. پدر و مادر همه وقت از همه بالا هست. حقوق پدر و مادر همسایه حق الله تعالی هست. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله تعالی امر کرد که غیر الله کسی را پرستش نکنید، فقط الله تعالی را تنها پرستش کنید و به پدر و مادر نیکی کنید. ان اشکر لی و لوالدیک، شکری مرا اجرا کن به جا بیار و شکری پدر و مادرت را. حقوق پدر و مادر این خیلی قیاس کرده نمیشه با حقوق زن. گفته نمیشه که حق زن بلند است یا حق پدر و مادر. و اگر حق پیغمبر بلند است یا حق پدر و مادر گوید معلی، برای اینکه قرآن فراوان حق پدر و مادر را به حق الله تعالی برابر آوردگی است. این سوال دادن ممکن است، ولی حق پیغمبر صلی الله علیه و بلند است، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دین و دنیا آخرتی ما را برای آبادانیش کوشش کردند. اما پدر و مادرها در دنیا من 8 میلیارد آدم است. از این 6 میلیارد است مسلمان نیست، 2 میلیاردش دعوا دارد که مسلمان هست. همین های هم پدر و مادر همه مردم به بهشت نمیبرند. بسیار پدر و مادرها حیف هم غمش فرزندم خانه دار شود، یا خانه خرد، فرزندای خانه به در کنم، زندگیش خوب داشته باشد، کسب داشته باشد، یگان تجارت داشته باشد. فکر و خیال پدر و مادر همین است. بسیار پدر و مادر. بنابراین وقتی که لقمان حکیم پرسیدن که برای چه استادت را بیشتر از پدر و مادر حرمت میکنی، گفتن که پدر و مادرم مرا از آسمان به زمین آورد، استادم مرا از زمین به آسمان برآورد. یعنی اون پدری معنوی هست. اما زن هم حق دارد، لیکن قیاس به پدر و مادر کرده نمیشد. عرب ها میگوید که اگر عصا را به شمشیر قیاس کنی، آبروی شمشیر را ریزانیدی. یعنی شمشیر تیز است یا عصا؟ گفته یگان کس سوال کند شمشیر تیز است یا عصا؟ او عصا اصلا چیزی تیز نیست که بریده شود که تا به شمشیر قیاس کرده شود. در این صورت تو آبروی شمشیر را ریزاندی که عصا را با او قیاس کرده. بنابراین حقوق پدر و مادر همه وقت بالا می ایستد. لیکن معنی آن ندارد که اگر پدر و مادر ظالم باشند، حق در جانب زن باشد و پدر و مادر ناحق باشند، مثلا شما با بالای زن ظلم کنید. بعضی زنها شکایت میکنند که خشنامه مرا میزناند. بگاهی مثلا شوهرم میبیاید هر گپای راست و دروغ گفته همین خیلی میکند که او مرا زند. بعد وقتی که شوهر میزند خشنامه راحت میکرده است. خلاصه یعنی ظلم نباشد. ظلم الله تعالی حتی برای خودش حرام کرد. انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. من ظلم رو برای خودم هم حرام کردم. بعضی گناه ها هایی که برای ما گناه هست، مانند منت یا مانند کبر، لیکن برای الله تعالی حلال است. الله تعالی متکبر است. کسی اگر کبر داشته باشه مثل ذره در قلبش، او به بهشت نمیدراید، گفتن پیامبر صلی الله علیه و لیکن الله تعالی متکبر است، کلانیگری میکند. او حق دارد، او میتواند، او حق دارد که کلانیگری، چون که قدرت از آن او هست، ملک از آن او هست. ما هیچ کسی نیستیم. بنده عبد مملوک، بنده ای که خودش مملوک است، مال دیگر کس است، هیچ چیزی نداره، هیچ قدرتی ندارد مگر با حول و با قوت الله تعالی. لا حول ولا قوت الا بالله. بنده عاجز و ناتوان است. بنابراین برادرای عزیز، حق پدر و مادر و حق عظیم هست. و حقی که حتی اگر پدر و مادر کافر باشد، علاوه بر اینکه کافر است با به کفر شما رو مجبور میکرده باشد، یعنی یک کافر است که به دینش آدمای مجبور نمیکنه،
خودش کافر است، همین کفرش که رفته ایستاده است به دوزخ نگاه کرده، لیکن با آدمو کار نداره. لیکن یک کافری دیگر است که آدمها رو مجبور میکند که کافر شود. و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادر تو رو مجبور کنند که به من شریک بیاری، با الله تعالی میگم بت هیکل عبادت کن، پرستش کن، آتش عبادت کن، گفته اگر تو رو مجبور کنند در این حالت اطاعت نکنو. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا با آنها نیکی کن. ببینید یه آدمی کافری خالی نه، کافر مشرکی که به مشرک شما رو، به شرک شما رو مجبور میکند سجده کن در نزد این بت میگد. در همین حالت هم الله تعالی میگه که و صاحبهما فی الدنیا معروفا، در دنیا با آنها نیکی کن میگد. بله، از جمله نیکی کردن از دست ظالم قپیدن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را یاری کن خواه ظالم باشد خواه مظلوم. برادرت را یاری کن خواه ظالم است خواه مظلوم. صحابه پرسیدند که یا رسول الله مظلوم را که یاری میکنیم، یعنی طرفگیری میکنیم، از ظلم خلاص میکنیم، لیکن ظالم را چه خیلی یاری کنیم؟ گفتند که ظالم را از ظلم نگاه دارید، یعنی به ظلم کردن اجازت ندهید. همین هم یاردم است. وقتی که پدرتان اگر به همسرتان ظلم کند، حالا بسیار شکایت ها نعوذ بالله ما در کدام زمانه افتادیم، نخواه آدمی تاجیک، آدمی که یک فرهنگدار هست، مسلمان است، پیش از این به همین عملهای زشت دست زند. شکایت ها به نهایت زیاد است. مسئله کلیند و خسور و پدری داماد و با کلیند و این بسیار فاحشه ها هست، نعوذ بالله. اگر پدر ظالم باشد، مادر ظالم باشد، درست است که کسی که نباشد ظالم، هیچگاه ما باید جانبداری از ظالم نکنیم. کسی اگر ظالم خوب کردی، خوشا به حالت، یا ظالم تو خیرتمندترین مردی دنیا، تو هدایت کننده مردم، تو نجات دهنده مردم، تو بهترین آدم گوید ظالم را، او هم ظالم هم بدتر است. بنابراین بعضی علما از همه بدترین کار چی است در دنیا؟ گفتن که گناه بینم و این کار کرده نتونم. از همه عذاب برای شما چی است؟ گفتن که گناه هم میبینم لیکن این کار کرده نمیتونم. گفته نمیتونم که نکن، گفته انا همین برای من عذابی سخت است. بنابراین وقتی که ظلم اگر از جانبی پدر و مادر باشد نسبتی کلیند، بله در این حالت جانبداری از ظلم نکنید، لیکن احترام پدر و مادر، انتخاب لفظها، آداب و اخلاق حتمی هست. چون که آنها میگن که طرف زنش را گرفت. لی طرف زن نه، بگذارین زنی من نباشدم، یا آدمی بیگانه باشدم، دختری مردم است، یا خواهری مسلمان است اگر زنی من نباشد. شما ظلم نکنید، یعنی جانبداری از ظلم این درست است، لیکن به هر حال رعایت کردن در کار. اگر زنک بیگناه باشدم، یعنی در پیش زن به پدر و مادر گفتن در کار نه که شما ظالمید، شما خطاکارید، نه. زن به خانم میدرارید، بعد آهسته پدر و مادر میگه که آخر و هم بنده خدا هست، ما باید ظلم نکنیم. نصیحت های دنیوی میکنه اگر سخنی الله و رسول نفهمید که دختری ما هم در دست دیگر آدم است، میخواهید که به دخترتان دیگرها هم خیلی معامله کنند. اگر ناحق باشند، اگر حق باشند، عیبی همسر باشد، بله اوی در تنهایی با نصیحت میکنید، میفهمونید که اینا حقوق اینا بر بالای من بلند است. من اگر کسی که نباشم در دنیا عالی ترین مقام صاحب شوم، اینا پدر و مادری من هستند، اینا بر بالای من حق دارند، من بر بالای تو حق دارم، تو باید اینا رو احترام کنی. خلاصه نصیحت میکنه، میفهمون. اصلا آدمی او به قول عرب ها لو انصف الناس استراح القاضی، اگر آدم ها به انصاف شوند قاضی ها استراحت میکند. یعنی همین زنم حقوق خودش داند، چه خیلی معامله کردن، نه فقط با خشدامن و خسر، یعنی پدر و مادر شوهر، بلکه به یک آدم کوچه، به یک آدم بیگانه شریعت ما رو چی معامله امر کرده است؟ حسن الخلق. حسن الخلق
یعنی با خلق الله تعالی زیبا معامله کردن. این چی است؟ گفتن که بذل نده، صرف کردن نیکی، هر چیزی که در وجودتون از نیکی است صرف کنید. و کف الاذى، اذیتاتون زهراتون است کو زهراتون رو نگاه داره در داخل خودتون و نچاشید به مردم. کف الاذى و در وقتی واخوردن با چهره کشاد واخوردن، یعنی با پدر و مادر داماد مثلا، البته مثلا واخوردید سحری است، روزانه هست، از کوچه آمد، البته کلین باید با چهره خوب سلام داده معامله نیک کند، اذیتش نگاه دارد. یک گپی که بعد گفتنی شد امون نگاه داشت، استغفرالله گفت به قول مردم، خودداری کرد، هر چیزی که نیکی که دارد صرف کرد. و خوش دامن و خسور هم همین خیلی. در این حالت جنگ و جدال نمیشد. همین هر یک جنگ و جدال که شد دانید که کمبودی در تربیه هست، هم در تربیه همون پدر و مادر، هم در تربیه کلین. بله.